در دوره سفری کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ولایت سوخت در دهه درغ ناحیه عینی همچنین بنای بیمارخانه منطقوی در جماعت دهات شمتوچ پس از تعمیر و از نوسازی به استفاده داده شد. در مراسم به استفاده داده شدن این مؤسسه طبابتی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ناحیه عینی اشتراک نمودند. چنانه که اطلاع داده شد، بیمارخانه مذکور سال 1977 ساخته به استفاده داده شده در طول 46 سال فعالیتش در اینجا به ساکنان 4 دهه حدود جماعت دهات شمتوچ طبیبان خدمت طبی رسانیدند. بنابر فرسوده شدن بنای بیمارخانه ضرورت تعمیر و ترمیم این مؤسسه طبابتی پیش آمد و صاحبکاران میهندوست و ساکنان این دهه تصمیم گرفتند دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را سرمشق کار خود نموده بنای بیمارخانه را پورا تعمیر و ترمیم نمایند. بیمارخانه با جلب سرمایه صاحبکار وطنی سید مراد دولتوف با طریق حشری دستجمعانه تعمیر و از نوسازی کرده شد. مساحت عمومی بنا 660 متر مربع بوده. بنای بیمارخانه از 2 آشیانه عبارت است. لایحه انشاءات از طرف کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی ساختمان و معماری در شهر دوشنبه طرح‌ریزی کرده شده است. پس از تعمیر و از نوسازی در قبط یکم بنا شعبه تشخیص و آزمایشگاه، حجره ختنه و در آشیانه دوم حجره‌های طبابتی برای بیسکت و اتاق‌های کاری طبیبان جایگیر کرده شدند. در بیمارخانه مذکور طبیبان در شعبه‌های بچگانه، طبابتی و تولد به مریضان خدمت می‌رسانند. شکرانه سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که امروز با دستگیری صاحبکاران بی‌نظیر وطنی همین بیمارخانه منطقوی نمره 4 دهه درغ که طی 17 سال تعمیر نشده است از نو پورا تعمیر شده جوابگوی طلبات همین روزه شهروندان همین ناحیه گردیده است. با غیر ساحه جراحی دیگر تمام امکانات ها فراهم آورده شد. باز به سطح بلند صاف دلانه برای همین مردم جماعت، برای مردم ناحیه، برای کدام کسی که به بیمارخانه ما رو می آورد خدمت میکنیم و کوشش میکنیم که همینو از همین استانه ما با دل شاد با سبک شدن مریضشون، دردشون و یک حسات بلند با یک صمیمیت برآمده میروند. حدود بیمارخانه نیز پورا از نوسازی گردیده در صحن آن برای فراغت کارمندان نشستگاه‌ها نصب کرده شده. گرد و اطراف بنا با گل و نهال‌های همیشه سبز آرا داده شده است. مورد به ذکر است که در زمان صاحب استقلالی کشور در تمام جماعت‌های ناحیه عینی برای رشد ساحه تندرستی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای سودمند اندیشیده شده جهت رسانیدن یاری طبی به آنها شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. نتیجه سیاست خردمندانه، دوربینانه و سازندگی آبادکاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است که امروزها در دوردستترین دهات مملکت پیشرفت و انکشاف تأمین شده ایستاده است. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 24 عدد انشاءات‌های تعییناتی گوناگون به نقشه گرفته شده است که دوره به دوره عملی گشته ایستاده است. بعد پورا تعمیر و از نوسازی شدن بیمارخانه منطقوی جماعت دهات شمتوچ در دهه درغ از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت به این مؤسسه طبابتی تجهیزات زمانوی طبی دسترس کرده شده برای طبیبان شرایط مساعد کاری و بهره ساکنان شرایط خوب طبابت و معالجه مهیا گردید. ساکنان دهه درغ ناحیه عینی از توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت ساحه تندرستی بالیدروح و مسرورند، زیرا در این منطقه دوردست کشور فعالیت چنین مؤسسه زمانوی تندرستی چون باد و هوا ضرور است. مردم این دهه ابراز می‌دارند که از این توجه و دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بالیدروح گشته الهام تازه می‌گیرند و من بعد نیز برای آباد و زیبا نمودن کشور عزیز سهم ارزنده می‌گذارند.